سلام، من طالقانی از چنل یوتیوب آکادمی لینوکس. به یک ویدیو دیگه با من خوش اومدید. حتما سابسکرایب بکنید و توی این ویدیو با من همراه باشید. توی این ویدیو میخوایم در مورد کلاد انجینیرینگ صحبت بکنیم. اصلا کلاد چیه، زیرساخت کلاد چیه. قبلش باید یک گذری بزنیم به VPS. نسل قدیم کلاد زمانی بود که شما یک VPS اجاره می‌کردید. VPS که میدونید مخفف Virtual Private Server. به این صورت بود که دیتا سنترها یا VPS پرووایدرها روی یک سیستم سخت افزاری برای شما VPS ها رو هاست می‌کردن و نهایتا یک در واقع سرور سخت افزاری میتونست مثلا 10 تا VPS ساپورت بکنه که حالا هر کدوم مثلا 4 گیگ رم داشته باشه. ولی خب این معضلات بزرگی داشت. یکی از اونها این بود که شما تا یه جایی میتونستی منابعت رو ارتقا بدی. یعنی اگر مثلا میخواستی 128 گیگ رم روی اون ویرچوال ماشینت یا VPS داشته باشی، اون کیس سخت افزاری کلا 64 گیگ رم داشت و شما نمیتونستی ارتقا بدی. معضل بعدیش این بود که اگر اتفاقی برای اون سرور میافتاد، به هر دلیلی نتورکش داون میشد یا حالا هر چیزی، یا برق اون دیتا سنتر مثلا میرفت، شما دسترسیت از VPS از بین میرفت و VPS برای حالا چند دقیقه یا حتی چند ساعت داون میشد. و میدونید حالا برای مصرف های خیلی کوچیک شاید یک ساعت داون شدن یک VPS خیلی تأثیری نداشته باشه، ولی شرکت های بزرگ مثلا آمازون یا حالا شرکت هایی که فیلم ارائه میدن یا حالا سایت های خیلی بزرگ، یک ساعت قطعی، یک ساعت داون تایم مساوی با چند میلیون یا حتی چند صد هزار دلار ضرر بود. این بود که کلاد کامپیوتینگ اومد. قبل از اینکه بخوایم اون رو بازش بکنیم، اول ببینیم منظورمون از کلاد چیه. کلاد زمانیه که شما یک استخری، یک مجموعه ای از کامپیوترهایی که در لوکیشن های مختلف وجود دارد رو به هم وصل میکنی. مثلا فرض بکن 5 تا دونه سرور توی تهران داری، 5 تا توی اصفهان، 5 تا توی مشهد، 15 تا سرور در 3 تا لوکیشن داری. هر سروری به تو مثلا 128 گیگ رم میده، ضرب در 15 این میشه کل منابع تو. یعنی زمانی که شما نمیتونستی روی یک VPS مقدار زیادی رم ارائه بدی چون VPS روی یک ماشین سخت افزاری هاست شده بود، کلاد کامپیوتینگ اومد این مشکل رو حل کرد. شما مجموعه ای از رم ها میتونی 1000 تا سرور رو به هم وصل بکنی، روی هر کدوم 128 گیگ رم داشته باشی، ضرب در 1000 ببین چه عظمتی داره. و زمانی که شما میخوای از ماشین مجازی استفاده بکنی، خیلی راحت میتونی رمت رو ارتقا بدی. ممکنه 2 گیگ رم از این سرور بگیره، 10 گیگ از اون سرور بگیره و این معضل اول VPS ها رو حل کرد. یعنی شما میتونی منابعت رو به، حالا میتونم بگم نامحدود یا به تا اون جایی که اون هاست یا کلاد پرووایدر به شما ارائه میده ارتقا بدی. مشکل بعدی چی بود؟ VPS ها زمانی که سیستم شما داون میشد. این مشکل رو هم کلاد اومده حل کرده. شما اگر که مثلا فرض بکنید روی یک مجموعه سرورهای کلادی داری سرویس میگیری، اگر یکی دو تا سرور هم از دسترس خارج بشه مشکلی نداره، شما منابعت از سرورهای دیگه‌ای که توی مجموعه زیرساختی کلاد هستن تأمین میشه. و حالا یه سری مشکلات دیگه، ولی 2 تا از مشکلات اصلیش این بود. پس کلاد به زیرساختی گفته میشه که شما مجموعه از سرورها رو توی لوکیشن های مختلف به هم وصل میکنی و یک ابر سرور یا مثلا یک سرور خیلی قدرتمند که تشکیل شده از چند ده یا حتی چند صد سرور سخت افزاری. خب این از مفهوم کلاد کامپیوتینگ. حالا کسی که اینها رو تعمیر و نگهداری میکنه بهش کلاد انجینیرینگ گفته میشه. چرا حقوق‌ها و دستمزدهای بالایی داره؟ قبلا توی ویدیوهای قبلی گفتم که نیاز در واقع هاست دنیا داره افزایش پیدا میکنه و سرویس ها حساس دارن میشن و مردم دارن بیشتر میان به سمت نگهداری اطلاعاتشون روی سرورها. پس اینجاست که کلاد کامپیوتینگ ارزش خودش رو پیدا میکنه و کسانی که واقف هستن به تعمیر و نگهداری و حتی راه اندازی اون کلاد، زیر ساخت کلاد، دستمزدها و حقوق‌های خیلی بالایی دارن. حالا خود کلاد یک سرویس مدل داره، یک دیپلویمنت مدل. ما 3 مدل اصلی سرویس داریم. یکیش یس، پاس و ساس. یس مخفف اینفراستراکچر از سرویس، زمانی که به شما زیرساخت‌های هاستینگ میدن، زیرساخت‌های ابری میدن. در واقع اینفراستراکچر یعنی زیرساخت،
از سرویس، یعنی خدمات زیرساختی به شما میدن. سرویس مدل دوم پس هستش، یعنی پلتفرم از سرویس، زمانی که به شما یک پلتفرم میدن که روی اون پلتفرم کار بکنین، مثلا کانتینرها رو بهت ارائه میدن. مدل سوم SaaS یعنی Software as a Service، یعنی زمانی که به شما یک نرم افزار ابری به عنوان یک سرویس میدن. مثلا حالا یه مثال خیلی سادهش رو بخوام بگم، ما خودمون داشتیم قبلا، ما یک پلتفرمی برای سامانه نوبت‌دهی آرایشگرها رو داشتیم. ما یک سافتور اس سرویس، یعنی یک نرم افزار رو به عنوان سرویس در فضای ابری داریم بهشون ارائه میدیم. پس اینها 3 تا از اصلی ترین سرویس مدل های ابری هستن. حالا توی این در واقع مدل های دیگه هم داریم، مثلا DNS از سرویس، زمانی که به شما DNS کلاد ابری میدن، یا مثلا دسکتاپ از سرویس DAAS، یا مثلا حالا چیز دیگه حضور ذهن ندارم، دیتابیس از سرویس های مختلفی که یه جورایی اینا میشه زیر مجموعه های همون اینفراستراکچر از سرویس. این از انواع سرویس های ابری. و اما سرویس های ابری، مدل های دیپلویمنت، این سرویس مدل بود، یه دیپلویمنت مدل داریم. ما تو اون هم 3 تا دیپلویمنت مدل داریم. یک پابلیک پرووایدر، در واقع پابلیک کلاد، زمانی که شما از یک خدمات پابلیک مثل AWS، مثل گوگل کلاد، مثل مایکروسافت آژور استفاده میکنید، به میگن پابلیک کلاد. حالت دومش پرایوت کلاده، زمانی که شما یک زیرساخت ابری خصوصی برای خودت راه اندازی میکنی با استفاده از حالا مثلا اوپن استک، به میگن پرایوت کلاد، یعنی کلادی که مال خودت برای خودت و مجموعه خودت راه اندازی کردی. مدل سوم بهش میگن هیبرید کلاد، زمانی که شما میای سرویست رو هم از در واقع پرایوت کلاد استفاده میکنی، هم کلاد پرووایدر یا پابلیک پرووایدر. هیبرید کلاد همون میشه ترکیبی، یعنی اینکه زیرساختت یا خدماتت یه قسمتیش روی پرایوت کلادت باشه، یه قسمتیش روی یک پابلیک کلاد باشه، مثل AWS. مثلا میای یه اوپن استک برای خودت رو میندازی، میشه پرایوت کلاد، و میای خدماتت رو ترکیبی روی پرایوت کلاد خودت و مثلا AWS رو اندازی میکنی، بهش میگن هیبرید کلاد. حالا اینکه چطوری بشیم مهندسی کلاد، حقوق دستمزدش چقدره؟ ببینید بین سالیانه 120 تا 180 هزار دلار درآمد یک مهندسی کلاد هستش، یا یک مهندس کلاد، یعنی حداقل 10 هزار دلار، حد اکثر 15 هزار دلار تقریبا، که تقریبا میتونم بگم این عدد نزدیک به درآمد یک دندانپزشکه. یعنی در آمریکا یک دندانپزشک هم همین حدود درآمد داره. پس این مشخص میکنه که میتونه چقدر به درآمدزایی شما، مخصوصا اگر قصد مهاجرت دارید، کمک بکنه. و اما رودمپ، چطوری بشیم یک کلاد انجینیر؟ ببینید این تعریف من از کلاد انجینیر اینه که تقریباً با دوابس انجینیرینگ یکیه. تفاوتش اینه که دوابس انجینیرینگ سمت دیولپمنت بیشتر دانش داره، کلاد انجینیرینگ سمت آپریشن بیشتر دانش داره. یعنی اینکه شما برای تبدیل شدن به یک مهندسی کلاد یا کلاد انجینیر، اول از همه باید لینوکس بلد باشی، لینوکس رو کامل بلد باشی و زیر ساخت‌های اون رو بدونی، DNS چطوری کار میکنه، بتونی DNS سرور راه اندازی بکنی، میل سرور بتونی راه اندازی بکنی، لمپ بتونی، یعنی مثل اپاچی، انجین ایکس، مای اسکیول، PHP، همه این سرویس ها رو بهش واقف باشی. قدم اول اینه که بری لینوکس یاد بگیری، لینوکس و مشتقات لینوکس، راه اندازی خدمات مختلف مبتنی بر لینوکس. قدم بعدش اینه که به یک زبان برنامه نویسی واقف باشی که پیشنهاد من یا شل اسکریپتینگ و یا پایتون. ترجیحاً پایتون، البته یه جورایی هر دوتاش اگه باشه خیلی بهتره، چون وقتی که داری با لینوکس کار میکنی شل اسکریپتینگ خیلی میتونه بهت کمک بکنه. پایتون هم علتش، خب دلیل در واقع منطق من برای یادگیری پایتون اینه که دنیا داره میره به سمت هوش مصنوعی، دنیا داره میره به سمت ابزارهایی که با پایتون در واقع کار میکنن و دیپلوی شدن،
پس پایتون میتونه همه جوره بهت کمک بکنه، نه فقط توی کلاد. قدم بعد این که یک زبان برنامه نویسی که توصیه من پایتون هست، در کنار شل اسکریپتینگ خیلی بهتره. یاد گرفتی باید با ابزارهای اتوماسیون مثل انسیبل یا پاپت آشنا باشی. و مرحله بعدی مجازی سازی رو کامل بدونی که من خودم مجازی سازی رو به 2 قسمت تقسیم میکنم. ما 2 مدل مجازی سازی داریم، ما کانتینرها رو داریم و ماشین های مجازی. تفاوتش هم احتمالاً بدونی. تفاوت کانتینر و ویرچوال ماشین اینه که ویرچوال ماشین خیلی سنگین تره، کانتینر خیلی سبک تره. ویرچوال ماشین زمان بیشتری طول میکشه تا بوت بشه یا اینستال بشه، کانتینر خیلی سریعتر میاد بالا. علتش هم اینه که کانتینر کرنل نداره ولی وی ام یا ویرچوال ماشین کرنل داره، یعنی یک سیستم عامل کامله. بحث مجازی سازی ها رو بشناسی کامل در بستر لینوکس مثل KVM، مثل زن، و بحث کانتینرها رو هم بشناسی مثل داکر، مثل پادمن، مثل خود کانتینر لینوکس الیکسی. و بعد از اینکه مجازی سازی رو یاد گرفتی، با حداقل یکی از چند پلتفرم کلاد آشنا باشی و اون رو بلد باشی. میتونی اوپن استک رو انتخاب بکنی، میتونی AWS رو انتخاب بکنی. یکی از اینجا به بعد دیگه بستگی به نیاز شما داره. یه موقع میخوای بری تو یک شرکتی کار بکنی که زیرساخت پرایوت کلود میخواد، خب پرایوت کلود بهترینش اوپن استکه، باید به اوپن استک واقف باشی. یه موقع میخوای بری تو یک شرکتی کار بکنی که بسترشون روی AWS کار میکنه، خب باید با کار با AWS و تمام ابزارها و زیرساختاش رو بلد باشی. رودمپش فوق‌العاده رودمپ بزرگیه و همه این چند تا چیزی که گفتم زیر شاخه‌های خیلی ریزی داره، ولی دیگه کسی که تا اینجا اومده و میخواد کلاد انجینیرینگ رو انتخاب بکنه دیگه باید فکر میکنم خودش بره رودمپ سرچ بکنه. ولی به طور خیلی کلیدی و خلاصه بخوام بگم، لینوکس و همه ابزارهای لینوکس، VM و ابزارهای VM در بستر لینوکس مثل KVM یا زن، ترجیحاً KVM، چرا که رد هت دیگه زن رو ساپورت نمیکنه و KVM خیلی بولد شده. کانتینرها مثل پادمن، مثل داکر، در واقع کانتینر انجین ها. کلاسترینگ خیلی مهمه بلد باشی مثل کوبرنتیز. یک زبان برنامه نویسی و CI/CD، ابزارهای CI/CD مثل گیت هاب، گیت لب، که اگه نمیدونی CI/CD چیه، یک ویدیو دارم در مورد دیوآپس، اونجا کامل توضیح دادم CI/CD چیه. و در نهایت هم انتخاب یک پلتفرم کلاد، حالا میتونه اوپن استک باشه، میتونه یکی از کلاد، 3 تا از کلاد پرووایدرهای معروف باشه. البته ما کلاد پرووایدرهای دیگه هم در دنیا و در ایران داریم. میگم دیگه از اینجا به بعد بستگی به این داره که چه هدفی داری، کجا میخوای بری سر کار و اونجایی که میخوای بری سر کار چه نیازی داره. ولی اگر قصد مهاجرت به یکی از کشورهای خوب دنیا رو دارید، من پیشنهادم اینه که AWS رو انتخاب بکنی و انشالله سعی میکنم دوره‌هاش رو توی 1-2 سال آینده حتما تولید بکنم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودی و امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه بهت کمک بکنه یک مسیر خوب برای خودت انتخاب بکنی.